نقل است در گذشته های دور در مکتب خانه‌ای معلمی مخرج حرف الفش نقص داشت، الف را انف تلفظ میکرد و وقتی به شاگردانش الفبا را میآموخت و الف را انف آموخته بود، از آنها میخواست که الف را الف تلفظ کنند نه انف، و اغلب بر آنها ایراد میگرفت که من وقتی میگم انف تو نگو انف، تو بگو انف. الان جریان این مسئله انف برمیگردد به مجامع بزرگ جهانی. الان سردمداران جهان، اونایی که داعیه علم دارند و خود را صادق میدانند و خود را طرفدار علم قلمداد میکنند، به اون درد من میگم انف تو نگو انف دوچارند. امروز ثابت شده است که اینترنت مغز را خشک میکند و ابتکار و نوآوری را سلب کرده است، همه را تنبل بار آورده است، ولی همچنان در بوق و کرنا میکنند که اینترنت معجزه‌گر است. الان تمام مجامع علمی مثل فرانسه و غیره دریافتند که حذف هندسه از دروس آموزشی بسیار بسیار کار اشتباهی بوده است. باید مجددا هندسه را به جمع دروس اضافه کنند. الان مجامع علمی همه فهمیدن که روش‌های محاسباتیشون مثل جبر، انتگرال، دیفرانسیل و غیره نتوانستند اون چنان که باید و شاید معضلاتشون رو حل کنند. حقم هست، نباید اونها که توانستند معضلات رو حل کنند روش‌های محاسبات ریاضی هستند. اونا بازی ریاضی را مطرح میکنند و بازی ریاضی را حل میکنند، ولی مسائل علم، هندسه مسئله بازی نیست. اگر من بخوام یک وضعی با یک تشابهی، با یک شباهت، یک مثالی حرف خودم را بگویم، آن است ماهی در آب زندگی میکند. ماهی در آب زنده است. اگر ما ماهی را از آب در بیاوریم و یا آب را از دسترسش خارج کنیم، ماهی میمیرد. الان تمام انسان ها و تمام جهان صورتی از اشکال هندسی هستند. این اشکال هندسی هستند که ما باید آنها را بشناسیم، به آنها دسترسی پیدا کنیم و از مزایای آنها استفاده کنیم. متاسفانه هندسه را از جوامع گرفتند، از دنیا گرفتند، پس دنیا را میراندند. الان جهان ما مرده است. چرا؟ برای اینکه ما از هندسه اطلاع چندانی نداریم. این عدم اطلاع ما از ریاضی و هندسه است که باعث می شود ما برای سفر به ماه انیمیشن بسازیم، ما برای اتفاقات پرشماری که روزمره در حول هوش ما واقع می شود و اتفاق می افتد دلایل غیر منطقی بتراشیم. الان جوامع فهمیدن عدد پی 3.14 بی‌هویت واقعا غلط و بی‌هویت است. الان عدد پی 3.15 47.538 به کرات استدلال می شود، اثبات می شود، فیزیکی نشان داده می شود که چیز، ولی اینا پاشون رو توی یک کفش کردن و میگویند که نه، الف ما الف است. شما نمی بایستی بگویی الف، ما باید همون الف خود را بگوییم.
این است که مغز تمام کسانی را که مشتاق علمند، با خزعبلات، با نظرات فاسد پوسیده و بلا مصرف پر می کنند که تمام نظراتشون ضد و نقیض یکدیگر است. آمدند میگویند فردی به نام لیندمان گفتند چون عدد پی شناخته شده نیست ما نمیتوانیم پی را رسم کنیم. این فرد نفهمیده که پی رسم شدنی نیست. ما پی را رسم نمی کنیم، ما پی را محاسبه می کنیم. آنچه که ما می توانیم بنگاریم با پرگار است. پرگار وقتی دایره را می نگارد تمام قوسها را می نگارد، یعنی از 0 درجه شروع می کند به 360 درجه ختم می شود. در روی این محیط دایره نقاطی هستند، وجود دارند که اینا محل تثلیث زوایا هستند، ولی چون دانشمند غیر دانشمند نما نمیتواند اون نقاط را تعیین کند، متوسل به جبر می شود، معادله درجه سوم اصلا می نویسد که هیچ ارتباطی با هندسه ندارد، با مسئله تثلیث ندارد، بعد استناد می کند چون این معادله من اصم است تثلیث زاویه غیر ممکن است. گفتند کلنگ از آسمان افتاد و نشکست. حالا کلنگ است که نشکسته است و یا آسمان است که نشکسته است. نه تمام سخنانشون، نظراتشون همه همین گونه است. هیچ ارتباطی با علم ندارد، هیچ ارتباطی با هندسه ندارد. جالب است بدانید در مناظره ای رو که با اساتیدی از دانشگاه داشتم، یکی از این استادهای دانشگاه که دکتر تربیت می‌کرد به من میگفت باید اول شما از نظر جبری تثلیث زاویه را اثبات کنی، بعد شکل بکشی و در بارش سخن بگویی. یعنی چی؟ یعنی من از هندسه هیچ نگویم، بعد وقتی از جبر گفتم هندسه ام را ثابت کنم. ایشون نمیدانست که جبر روش محاسبه است، هندسه علم است، ولی جبر روش محاسبه است. تا کی؟ تا چه وقت این حضرات به عقل بیایند و فرزندان شما را که شما با صداقت به دست اینا سپرده اید تا اینها را تربیت کنند، مغزهای آماده برای همه کاری را پرورش دهند، به اینا سپرده اید و اینا دارن تخریب میکنند، کی این عمل باید قطع شود؟ من نمیدونم. شما خود باید به فکر باشید. در این دوره، در این زمان که هزینه در همه جای جهان سرسام آور است، شما زحمت میکشید، حق و تدریس میپردازید که چه بشود، چی آموخته شود و چی فراگیری شود. متاسفم برای خسرانی که هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی متوجه شما می شود و شما هم گوشتون به این حرف بدهکار نیست و هرگز نمی خواهید که از حق خودتون دفاع کنید. کاری به من نداشته باشید. من تمام سهمم رو از علم گرفتم. من برای جهان تا 1000 سال موضوعات تحقیقی فراهم کردم. باور کنید 1000 سال تحقیق فراهم کردم که اگر در هر زمانش حدود 100 نفر از بزرگترین متفکرین بشینن و روی کارهای من کار کنن، برای 1000 سال اقلن میتونم بگم که موضوع برای تحقیق